امروز فرانکلین و بچه‌ها تصمیم گرفتن به یه مسافرت مجردی دیگه برن. قراره با موتور سنگیناشون برن جنگل و 2 شب اونجا کمپ بکنن و این مسافرت چند تا مهمون جدید داره و قراره یه شبم توی اردوگاه بمونیم. ببین پسر بهت دیگه توصیه نمی‌کنم و حواست به مغازه باشه. جنسام که همه رو یه بار بهت گفتم، الانم دوباره بهت میگم. تو این قفسه‌های جلو که آدامس و نمیدونم بیسکویت و شکلات و اینجاه، بستنیام اینجاه، این ورم که نمیدونم میوه و نوشابه و آب میوه و همه چی اینجا هست دیگه. ببین خلاصه حواستو جمع جور بکنم. مغازه رو سپردم بهت، دارم میرم. امارم که بهت گفتم دیگه چی به چیه. حواست باشه. ببین منو حواستو جمع کن. اگه چیزی هم مغازه کسی بپیچونه یا یه چیزی کم بشه من بفهمم دیگه خودت میدونی. آقا فرانکلین خیالت راحت باشه، من این چشما مراقب مغازه هستم، خیالتم جمع. یه نفرم از اینجا دست خالی بیرون نمیره، تا منو داری غم نداری. خیلی خب بعد دیگه توصیه نمیکنم، حواست باشه. فعلا خداحافظ. به چطوری عشقای داداش، چه خبره آقا، چیکارا میکنید؟ آقا این شاگرد جدیدمونه، تازه یه 2 روز اومده مغازه. یه خورده همچین بگینگی راه نیافتاده کامل، یه ذره هنوز کار داره. داشتم توجیهش میکردم حواسش به مغازه باشه، خرابکاری نکنه دیگه. ما هم که گفتیم آقا امروز چهارشنبه است دیگه، بچینیم با وروکس اگه پایه باشن یه مسافرت بریم، یکی 2 روز اشغال، یعنی پنجشنبه جمعه کاروبار رو ول کنیم، این 2 روز کلا بریم واسه خودمون. یه مسافرت مجردی دیگه واقعا آجی میچسبه، اونم با چی؟ با موتور سنگین. بابا بنازم اولا بریم شه عمو لامار ببینیم که لامار برنامه چی جوریه واسه آخر هفته، جایی میخواد بره، بیکاره، میاد نمیاد. بعد بریم اول از اون آمار بگیریم، چون دیگه اینجا به لامار الان نزدیک‌ترم. بعدم میریم سراغ باقی بچه‌ها که ببینیم برنامه‌شون از چه قراره. ولی مایکل رو میدونم 100% زن و بچه‌ش نیستن. مایکل هم الان مجردی خونه تنهاه، اونو میدونم، ولی ترور و سیمیون و اینا رو نمیدونم چه خبره. خب اینم از خونه لامار. لامار کوشش من گفت من جلو درم که بهش زنگ زدم، چرا نیومده جلو در؟ ای بابا خدا لعنت بده. اون کیه اون جلو؟ دارم درست میبینم لاماره. ای ناکسو نگاه کن، فکر کنم مخ زده کثافت. سب کن ببینم. به به به، سلام علیکم داش لامار و آبزی گرامی. لامار آقا معرفی نمیکنی ایشونو کیه داداش؟ جدیده یا نه؟ چه خبره؟ سلام فرانکلین داداش، چطوری؟ خوبی؟ بله ایشون لیزا خانوم نامزد بنده هستن، یا بهتره بگم همسر آیندم. لیزا خانوم، فرانکلین لیزا. مخلصم لیزا خانوم، خوب هستی شما؟ خسته نباشین. هوا خوبه؟ چقدر هوا سرد شده، چقدر هوا گرم. لامار داداش حالا این حرفا رو ولش کن یه دقیقه، من اصلا اومده بودم یه چیز دیگه رو بهت بگم. برنامه‌ت داداش برای این آخر هفته چیه؟ کجا میخوای بری ها؟ ببخشید آقا فرانکلین، لامار آخر هفته کار داره، هیچ جا نمیادش، لطفاً از کار نندازینش. جان از کار نندازش؟ چی میگه لامار داداش؟ من و لامار چند سال با هم رفیقیم ما. ببین مادر نذاره بخواد اینجا واسه من تعیین تکلیف بکنه، میزنم اینجا شتکت میکنم ها. 2 روز اومده دمپر لامار واسه ما شاخشونه میکشه. بابا فرانکلین داداش آروم باش دقیقه، من واسه آخر هفته چیزه داداش، باید کمک عمدنیس کنم، یه ذره بازسازی داریم تو خونه. بیا بریم داداش اینجا، یه دقیقه من بعد توضیح میدم. بیا بابا فرانکلین داداش انقدر تابلو نکن دیگه جلو این. بابا میبینی این حساب مساب نداره، به خدا اسیرمون کرده، نمیذاره از جام تکون بخورم. حالا ببینم برنامه آخر هفته چه خبره، کجا میخوایم بریم ها؟ دوباره برنامه مجردیه؟ بابا لامانی نه کجا پیداش کردی بابا؟ طلاقش بده، نمیدونم بندازش بره، هر کار میکنیم بکنیم، به درد تو نمیخوره اصلا، نوکرتم. حالا بگذریم. آقا اومده بودم بهت بگم که اگه پایه باشی و موتور سنگینا رو بکشیم بیرون و بندازیم تو جاده، بریم یکی 2 شب داداش جنگل اشغال بکنیم. نظرت چیه؟ بعدم میخوام برم سراغ مایکل و ترور و سیمیون و بقیه بچه‌ها دیگه. آره داداش موافقم باهات، منم اتفاقا میخواستم بهت بگم یه برنامه فیکس کنیم، ولی آجی من میگم بیا یکم تنوع بدیم داداش این سری، یه چند نفر آدم جدیدم بذار بیاریم. نظرت چیه ها؟ آدم جدید بیاریم داداش؟ مثلا کیو بیاریم؟ ما که اونجا داریم میریم یه مش سیبیلیم، نوکرتم. اینا رو و اینو ور نداری بیاری یا اینو ور داری بیاری داداش اصلا کنسل. باشه بابا داداش تو هم چقدر گیر دادی به این، ولش کنین دیوونه رو. من داشتم میگفتم که اگه پایه باشی داداش چند تا از بچه باحالای جنگای گروه استریت هم با خودمون ور داریم ببریم، اونا بد جور پایه سفرن. منظورت داشت جواد و اینا؟ آره داداش چرا که نه، اصلا حالا که اینجوری شدهش اینو بفرستش بره بپیچونینو، بیا بشین با هم دیگه بریم پلو بچه‌ها ببینیم که چندن. یه 4-5 نفر از اونها یا هم بیشترم بودن که اشکال نداره، هرچی تعداد بیشتر باشه اتفاقا بیشتر خوش میگذره. بودو داداش بودو اینو دکش کن جون مادرت، بریم برنامه رو فیکس کنیم. ولی لامار داداش میگم خوب شد سوتی ندادم جلوی این نکبت، الان سوتی میدادم آجی این ولت نمیکرد به خدا فکر کنم، میخواست فردا با دستم به خودش ببندت داداش. آره داش فرانک واقعا خوب جمعش کردیم، دممون گرم، ایول داریم. حالا الان میخوای اول بری پیش کی ها؟ داداش اول گفتم بریم پلو
اول سیمیون ببینیم سیمیون برنامه‌اش در چه حاله، بعد بریم سراغ مایکل و ترور. الان به سیمیون اینجا ما نزدیکتریم دیگه، بریم اول پیش سیمیون. اول بچهای خودمون رو داداش بذار اوکی بکنیم ببینیم چند نفر میشیم، بعد میریم یه سرم پیش داش جواد و بچه محلا، اونا رو هم میزونش میکنیم تا قصه اونا رو نخور دیگه. اینجا داداشت افتاده دنبال کارهای برنامه‌ریزی و تور لیدر شده داداش، برنامه میچینه برای تمیز. خب امولامار اینم از نمایشگاه کچل جذاب سیمیون عاشق تو نخ دنیز رفته و به به داداشم لستر داره ولخرجی میکنه، ماشین خریده. به مخلص داداشام، چه خبر داداش، چیکار میکنی؟ ببینم سیمیون پرایده رو داری میکنی تو پاچه لستر. بابا لستر نخری ماشین از اینا داداش، این دور رنگ سندمندش مشکل داره، اینو بخری دیگه مشتری اول آخر خودتی. نه شوخی کردم بابا، جدی نگیر. هر خندیدی فرانکلین، چقدر بانمکی. ببینم دیشب تو نمک خوابیدی بیمزه. حالا بگو ببینم چیکار داری اینجا مزاحم معامله ما شدی؟ سیمیون داداش این چه طرز حرف زدن نوکرتم؟ من و تو ناسلامتی رفیق چند ساله همیم، رفیق گرماب گلستان همدیگه ایم. ما این همه با هم مسافرت رفتیم، خاطره سازی کردیم، مخ عممونو داری میزنی داداش، دیگه چی میخوای ناموسن؟ اصلا قلبمو شکستی سیمیون. خداحافظ، اصلا من میرم، ولش کن. خیلی خب بابا قهر نکن، بیا ببینم چیکار داری. باشه حالا که خواهش میکنی میام بهت میگم چیکار دارم. میگم که سیمیون داداش و لستر، اصلا یادم رفت سلام علیک کنم. با چه خبر داداشم لستر، خوبی؟ سلام، چطوری فرانکلین؟ چه خبر؟ خوبی؟ نوکرتم داداش. خوبی؟ حالا یه دقیقه عمر وایسید تا گوش بگیرید ببینید چی میگم. بذار برم رو منبر تا بهتر توضیح بدم بهتون داداشام. آی مال بابات نیست رفتی رو کاپوتا؟ خریم اون پول بالاش دادم. خیلی خب بابا، ندید پدید پراید دیگه، انگار بنز خریده. بعدم من وزنم سبکه، کاپوت دیچیش نمیشه. حالا گوش بگیرید ببینید چی میگم. آقا میگم که برای چند روز آخر هفته اگه برنامه ندارید، بیکارید، الاف و دوله‌اید، موتورا رو ورداریم و بزنیم به دل جنگل بریم اشغال بکنیم. نظرتون چیه ها؟ میگم این یکی دو روز بریم اونجا خوش باشیم. خیلی خب من که پایم، ولی فکر کنم مثل که این سری هم مجردی باید بریم سیبیلی دیگه ها. نه پس خانوادگی. آره دیگه مجردی سیبیلی بریم اشغال کنیم دیگه بابا، خانوادگی خرجش بالا ناموسن. باشه حالا بعدن ان شاءالله یه چند وقت دیگه سفر خارجی میخوام ببرمتون. میگم فرانکلین داداش مهمون نمیخواد منم باهاتون بیام اگه اشکال نداره البته. نه بابا نوکرتم، مهمون چیه داداش، تو خودت صابخونه بیا نوکرتم. لسترم میادش بابا بنازم. خب پس دیگه تا الان اینجا که سیمیون اوکیه، لسترم اوکیه، لامارم که اوکیه. آقا من و لامار میریم بقیه بچه‌ها هم هماهنگ بکنیم ببینیم داستان از چه قراره. هماهنگ شدیم بعد دیگه همه چی میزونه 100% شد، سیمیون داداش باهات هماهنگ میکنم دیگه، مثل همیشه شروع سفر از در نمایشگاه تو. اوکیته یا چی داداش؟ حالا نوکرتم، میزون همه چی. فقط ببینم فرانکلین، من حال و حوصله موتور سواری ندارم داداش، با کمپر میام. اوکیه؟ یعنی من و لستر با کمپر بیام دیگه. باشه سیمیون اوکی داداش، اشکال نداره، هر تو راحتی با کمپر میای با موتور سنگین میای اوکی داداش، فرقی نمیکنه واسه ما. شما به معاملتون برسید و لستر داداش مبارکت باشه. پس شام مسافرت یعنی شیرینیش با تو دیگه، شیرینی ماشین باید بدی یا گفته باشم. ای بابا باز میخوان اینا ما رو تیغمون بزنن. خیلی خب بابا باشه، شیرینیشم ماما. تیکه ماشین خریده نمیخواد شیرینی بده، باید شیرینی بدی. بله داداش چی فکر کردی؟ لامار بودو بپر ترک موتور بریم ببینیم بقیه بچه‌ها در چه وضعن. ترور و مایکل فقط موندن دیگه، این کچل و لستر هم که اوکی بودن، ولی ناموسن نه حاجی خوب شدش. این لستر هم به یه نوایی رسید دیگه، پیاده این ور اونور گز نمیکنه یا با تاکسی ماکسی نمیره. خوبه بعد این همه پول در آوردن و بدبختی کشیدن یه پراید خرید. من موندم این همه پول در میاری چرا پراید آخه؟ بابا نوکرتم این ماشین خوب میخریدی. بابا فرانکلین داداش مگه نمیدونی لستر گواهینامه نداشته که تازه گواهینامه قبول شده؟ ناموسن گواهینامه نداشته؟ نه جون داداش نمیدونستم این با این سنش گواهینامه نداره داداش. عجب، پس اگه اینجوریه که اوکیه واسش. آره بابا بذار یکم همین پراید تمرین کنه، بزنه تو در دیوار راه بیفته تا بعد. خب اینم از خونه عمو مایکل که به به به، عمو مایکل و عمو ترور میبینم که موتور سنگینا رو کشیدن بیرون. سلام علیکم داداشام، چطورین؟ بی وفاها نامردا، دوباره دارید تنها میرید موتور سواری، به ما هم یه زنگ نمیزنید دیگه ها، ما هم هویجیم داداش. دمتون گرم ناموسن. این رفاقت ها دیگه اصلا به درد نمیخوره. بابا فرانکلین داداش چی شده واسه جوش میزنی؟ بابا نوکرتم، من همین الان رسیدم پیش عمو مایکل، میخواستیم بریم تا ساحل یه تابی بخوریم و واسه شب با تو بریم بیرون. آره فرانکلین داداش ترور راست میگه، ما که دروغ نداریم به تو بگیم. نوکرتم تنها بودم، زنگ زدم به ترور گفتم بریم فعلا یه تابی بخوریم تا شب با هم دیگه بریم بیرون. حالا بگو ببینم چی شده. ای بابا اینجوریه، باشه داداشم اشکال نداره. حالا بزگریم آقا، میخواستم بهتون بگم که واسه این یکی دو روز برنامه دارید یا ندارید. اگه برنامه ندارید که موتور سنگینا رو بندازیم تو
تو جاده مجردی مسافرت بریم اشغال بکنیم. نظرتون چیه؟ ایول بابا بنازم، من که پایم داداش، اصلا نیاز به پرسیدن نداره، نوکرتم. ترور همیشه پایه است. منم که پایم فرانکلین، فقط یه مشکلی داریم ما. آخ جون، مسافرت مجردی میخوایم بریم ها بابا مایکل، منو یادت نره ها. که بله داداش، مشکل سر کلش پیدا شد. جیمی همو قربونت برم، چرا تو رو نبریم؟ میبریم داداش، خوبش هم میبریم. بابا مایکل داداش این بچه رو بردار بیار بیرون، بذار یه ذره دنیا رو ببینه، اشغال کنه. بابا ما چیکار میکنیم؟ میخوایم بریم یه جوجه بازی کنیم، یکم تو جنگل بچرخیم دیگه. آره عمو جیمی میخوایم بریم مسافرت، تو هم میبریمت. بابات هم اگه خواست بپیچونتت به خودم اصلا زنگ بزن میام دنبالت. آقا فرانکلین داداش میشه تو تربیت ما دخالت نکنی؟ من اصلا شاید میخواستم اینو بپیچونم، ولی چی کارت کنم دیگه، اشکال نداره. پس جیمی هم با همون میاد. پسره مزاحم تریسی آماندا پا شدن رفتن مسافرت، اینو انداختن وبال گردن ما کردن. میبینی ناموسن؟ بابا مایکل شنیدم چی گفتی، وبال خودتی. این چه طرز حرف زدن ما پدرته آقای جیمی خان؟ باشه دیگه، حالا دو خط بتخندیدم پررو نشه دیگه. حالا برو تو بیادب تا تصمیم بگیریم ببینیم که اصلا کجا میخوایم بریم. اصلا شاید تو رو نبردیمت. آره بابات اصلا راست میگه. حالا بزگریم آقا. میگم که داداشام نظرتون چیه بریم جنگل ها، بریم جنگل 2 شب کمپ کنیم، اشغال بکنیم؟ بعد حال میده جون داداش، با موتور بریم اونجا، هم جوجه بازی کنیم، بعدم لب رودخونه بریم اردو بزنیم، موتور چارچخ سوار شیم اونجا بتابیم، بریم تو دریا قایقرانی نمیدونم ماهیگیری کنیم، اشغال برا باشه دیگه. تازه لامارم گفت حاجی اگه بخوایم همین آدمایی که همیشه میریم باشه، خب یه ذره همچین خلوته، چند تا بچه محلای گنگای گروه استریت هم ورداریم بیاریم بذاریم تنگشو، اشغال. بابا بنازم تو کی بودی داش فرانک؟ آره داداش عالیه، برو تو کارش، هماهنگی‌ها رو انجام بده، به ما خبر بده. آره نوکرتم، مایکل راست میگه، برو اینا رو راه بنداز وردار بیار جون داداش، هرچی تعداد بیشتر اشغال بیشتر. حال میده ناموسن. از شما دوتا هم اوکیید، مشکلی با این موضوع ندارید؟ آقا خیلی هم عالی. عمولامار بزن بریم دنبال بقیه کارا. آقا همه چی اوکی 100% شد، به شما هم SMS میدم دیگه، فقط جای حرکتمون میدونید دیگه، از در نمایشگاه سیمیونه، ولی ساعتش فعلا مشخص نیست تا بریم ببینیم که چیکار میکنیم. فعلا داداشام ساحل بهتون خوش بگذره. خب اینم از گنگای گروه استریتو که دیگه تو پاتوق همیشگیشونن، داش جواد و بقیه بچه محلا. بابا بنازم پیکان مخلص داداشام و داش جواد گل گلاب. چطوری داش جواد؟ نوکرم زونم داداش، چی شده؟ طوری نشدی که مگه باید چیزی شده باشه؟ نوکرتم. این سری اومدیم بهت بگیم که یه برنامه اشغال داریم میریزیم، من و لامار و سیمیون و مایکل ترور، باقی بچه‌ها خودمون دیگه. مجردی داداش میخوایم پاشیم بریم 1-2 شب جنگل کمپ کنیم، اشغال. گفتم بیام به تو هم بگم و چند تا بچه محل از اون خوبا، از اون مشتیا با مراما که دیگه خودت میدونی تکن، از اونها هم یه چند نفر وردار بیار دیگه، بریم اشغال بکنیم، خوش میگذره. به به بنازم داداش، چه خبر خوبی. اتفاقا داداش چند تا خوبا رو برات ردیف میکنم میارم اشغال برا باشه. این کچلم بهش میگم دستگاه دیجی رو بیاره اونجا، قشنگ جمع و یه صفایی بده، یه قیر و قمیشی بدیم داداش. بابا بنازمت به مولا داش جواد، دمت هم گرم. پس حاجی دیگه شما هم اوکی دو، فقط داداش تعداد بچه‌ها خیلی نشه دیگه، میگیری چی میگم، خیلی هم دیگه شلوغ نشه، عروسی نشه داداش. یه 7-8 نفر 5-6 نفر هم باشن بسه، چون ما خودمونم 4-5 نفریم دیگه، اینجوری خیلی زیاد میشیم هندل سخت میشه دیگه. خودت اونو مدیریت کن، من و لامارم بریم دنبال وسایلا و خرید و این حرفا، ساعتش و لوکیشن و حرکت رو بهت SMS میکنم. حله؟ آره داداشم حله، برو ببینم چه میکنی، من منتظرم، خبر بده. نوکرتم داداش، چش بهت خبر میدم داشیا. فعلا آقا فعلا. لامار داداش بشین بریم سراغ بقیه کارا و وسیله ها. اصلا داداش تو رو چرا وردارم بیارم؟ تو هم اینجا پیادت میکنم دیگه. تو برو خونه وسیلهاتو جمع کن، یه دستی به موتورت بکش، اما انشین بهت پیام میدم. برو به سلامت داداش. خب داداشام الان وقت اینه که ما بریم بیافتیم دنبال خرید وسایلی که نیاز داریم. خب بذار فکر کنم ببینم چیا میخوایم چیا نمیخوایم. خب قطعا چادر که نمیخوایم، چادر خریدیم قبلا، وسایل نور و اینا هم که خریدیم ترور میاره با خودش. فقط واسه کمپ جنگل آقا ما یه چند تا چیز نیاز داریم. یکی یه تفنگ شکاری که من تو فکرم بود یه شکار ریز بریم بزنیم، تبر میخوایم برای خورد کردن چوب و درست کردن هیزم و این حرفا، با یه ذره هم خرت و پرت و نمیدونم پتو و اینا دیگه، که الان میریم اینا رو میخریم از مغازه. و زنگ بزنم به این پسره بگم که خوراکی مراکی و جوجه و همبرگر و غذا مزا هم مغازه بذاره کنار که بریم اونا رو هم ورداریم. و بعد واسه ساعت حرکت هم داداشم به نظر من 7 صبح فکر کنم گزینه خوبی باشه. پس ما بریم الان خرید مریدا رو انجام بدیم و بریم که واسه آماده شدن و بعدم حرکت فردا 7 صبح. خب عشقای
داداش ما برنامه‌ریزی ها رو کردیم، هماهنگی ها رو انجام دادیم و به نتیجه رسیدیم که ساعت 7 همه در نمایشگاه سیمیون باشیم که حرکت بکنیم، هم ترافیک کمتره هم که جاده و خیابونا خلوت‌تره. و عشقای من تا بریم آماده بشیم و حرکت بکنیم یادتون نره که حتما من این ویدیو رو لایکش بکنید اگه لایک نکردین. همین الان برید اون پایین دکمه لایک رو بزنید و کانالم سابسکرایب کنید و زنگوله‌ش رو فعال کنید و روی آل بذارید تا ویدیو بعدیمون از دست ندید. و کامنت انگلیسی هم که خیلی مهمه حتما بذارید تا یوتیوب شما رو با تشخیص نده و لایک کامنتتون رو نپرونه. دمتون گرم. و الانم که به به همه داداشا اومدن اینجا، مایکل، ترور، سیمیون و جیمی بدبختم که دارن ازش کار میکشن، ماشین تمیز میکنه. اوه حاجی اینا چرا نیسان آوردن بابا، دهنتون سرویس. واسه این جماعت هم ناموسن نیسان میخواد. همه قشنگ مشتی مرامی میشینن عقب نیسان و بابا بنازم. چند نفرم میشینن تو کمپر. داداش میگم کجا میخوای بری؟ این همه چمدون آوردی با خودت؟ نوکرتم. میخوایم بریم 2 شب جنگل بمونیم، نمیخوایم بریم چه میدونم استانبولی، ارمنستانی، دبی، جایی که. نوکرتم داش فرانک. بابا چیکار کنیم دیگه؟ گفتیم بذار خورده لباس بیاریم، شاید خواستیم اونجا لباسی عوض بکنیم، یه تو رودخونه‌ای بریم دیگه. آوردین داداش، نپرس دیگه ناموسن. ای بابا دخالت نکن دیگه. باشه داداش دخالت نمیکنم، ولی من که میدونم تو اون چمدونا چیز جز لباسم هست. بله داداش خودتی، من آخر این کارام. به اینجام که عمولاما رو داش جواد و بچه محلا و مایکل، ترور چمدوناشون هم همه حاضر و آماده. و این رخش خفنی که اینجا اصلا نیسان آبی بابا بنازم ناموسن. خب داداشام میگم همه چی میزونه دیگه، سوارشیم راه بیافتیم بریم آقا، به ترافیک نخوریم. و راستی بچه‌ها اصلا یادم رفت اینو بهتون بگم، آقا لباسای ما ستا رو میبینید بچه‌ها با هم دیگه ست کردیم و ترور و فرانکلین و مایکل هممون ست کردیم، قشنگ تیپ جنگل نوردی زدیم و بابا بنازم دیگه. خب آقا ما 4 تا که سوار موتورامون شدیم، اون نیسان هم که بچه محلان و جیمی و بقیه بچه‌هام تو کمپر سوار شدن. خب آقا همه بچه‌هام که دارن قشنگ منظم و با نظم پشت سر ما حرکت میکنن و میان، گازشو بگیریم بریم بیفتیم تو جاده اصلی و یکم هم که از جاده و فضا لذت ببریم دیگه. نه واقعا میطلبه، اونم هوای اول صبح که قشنگ هوا تمیز خنک، اصلا عشق میکنیم. بچه‌هام که دارن نمه میان، سیمیون و اون نیسانی هم یه ذره همچین بگین، اگه اونا دست فرمون ندارن داداشام آرومتر از بقیه میان، ولی میان. 4 ساعت بعد خب بچه‌ها یه 4 ساعتی الان تقریبا گذشت و ما یه فکر کنم نیم ساعت یا 1 ساعت دیگه راه داریم تا اونجا. بعد بچه‌ها گفتن که ما گشنمونه بزنیم بغل یه غذای چیزی بخوریم و بعد ادامه راهو بریم. من هرچی بهشون گفتم بابا راهی نمونده ناموسن، بریم اینجا یه چیزی بزنیم تو رگ، یه غذای یه چیزی بخوریم و بعدم که دیگه راه بیفتیم بریم سمت جنگل. به بچه‌هام که همه اومدن، عمو ترور، عمو لامار، آقای نیسان سوار، داش جواد، سیمیون و لستر هم که همه اومدن. بنازم آقا بپرید پایین بریم یه غذای اینجا بزنیم تو رگ، زرم خرید مرید بکنیم بعد بیفتیم ادامه راه. داش جواد پارک کن دیگه داداش، نیسانو چیکار کردی؟ یا اول فاز رانندگی حرف نداره داش جواد ناموسن. 1 ساعت بعد بچه‌ها ما بالاخره رسیدیم الان اول جاده که میخوره به جنگل. بعد من گفتم که سر راه بیام اینجا یه بنزینم بزنیم بعد بریم دیگه، تا باک موتورا و ماشینا هم فول باشه. بچه‌هام که الان همشون میان اینجا دیگه یه بنزین مشت بزنیم و بعدم بریم جنگل عشق‌ها. به همه اومدن، لامار اومدش، ترور، مایکل، داش جواد، سیمیون هم که اومدش. آره سیمیون نمیدونم چرا انقدر یواش رانندگی میکنه، خون سرده به خدا، رو مخنه این رانندگیش. بابا بنازم باکمون انقدر پره که بچه‌ها تا شمال هم بنزین داریم بخوایم بریم، ولی خب ما که شمال نمیخوایم بریم، ما اومدیم جنگل بریم. قبلا شمال رفتیم خیلی هم خوش گذشت، ویدیوش هم تو کانال هست، اگه ندیدید بعد برید نگاهی بهش بندازید. و بله اون پایینم که میبینید همون جنگل خفنیه که ما میخوایم اینجا اتراق کنیم و اردو بزنیم. به گوز، خرگوش، حیوان میوون هم که همه چی داره و قشنگ یه شکار مرامی میشه زد اینجا. آقایون داداشام خیلی شیک و تمیز، بیاید پایین، یواش بیاید پایین، آشیبش خیلی تنده. سیمیون داداش کجا میری؟ اویز نگاه کن رانندگیو نگاه کن تو رو خدا. ای خدا خفت نکنه سیمیون، چه وضع رانندگی آخه؟ خدایا اینا رو شفا نده ما بخندیم، اصلا چه رانندگی دارن اینا آخه؟ بیاید پایین آقا، بیاید پایین، خیلی نمه بیاید پایین، یواش بیاید پایین، خودتون رو داغون نکنید، مخصوصا شما که با موتورید. من الان دارم نمه آجی ترمز میگیرم میرم، خیلی شیوهش زیاده، خیلی هم خطرناکه. و به چه درختایی، چه هوایی آجی، شبیه شمال واقعا این جنگله ها، خیلی خفن و باحاله. به آب خنک، پرنده، آرامش. برم من بچرخم اینجا داداشام، یه جای خوب پیدا کنم واسه کمپ زدن و که بیایم چادر مادرها رو بندازیم و مستقر بشیم و به بنازم. این خوشگلی مشکلی ها رو نگاه کن اینجا بابا بنازم. بعد بیایم اینجا یه سلامی هم به اینا عرض بکنیم، ببینیم چیزی کمک لازم ندارن
دارن. و راستی بچه‌ها من قایق دیدم اینجا. آره بذار بعد بیام اینجا یه تابی بخورم ببینم اینا از کی قایق گرفتن. آره داداشام یه قایق بگیریم و ما هم عشق و حال بکنیم و اینجا فکر کنم جای خوبی باشه واسه کمپ زدن. آره وایسم تا اینا هم برسونن خودشونو به من گم و گور نشن، بعد دیگه اینجا کمپ بزنیم و خلاصه که وسایلا رو بریزیم پایین و برنامه رو شروع بکنیم داداشام. 2 ساعت بعد. خب داداشام یه 2 ساعتی گذشت و ما دیگه وسایلا رو همه رو ریختیم پایین و چیدیم و برق کشی کرد ترور چراغ مراغا رو وصیت و خلاصه مستقر شدیم. اینجا موتورامون رو پارک کردیم. اینم که یه موتور چهارچرخ بود تو کمپر گذاشتیم آوردیم که بعد بریم اینجا باش بچرخیم. اینا هم که تخت خوابای خودمونه. اینجا هم که مایکل ترور دارن خستگی ار میکنن و یه میوهی بزنن تو رکسی میون داداش. وسط طبیعتیم ولکن نیستی بابا، بند کنار دیگه اون گوشی تو. ای بابا اینم که جیمی عمو کس کرده حوصله‌اش سر رفته. ببینم جیمی چرا نمیره با بقیه من اشغال کنی؟ او بابا بنازم لومار راکه زدی مجلس دست گرفته چه عشقی میکنه. بنازم داش جوان. این کچلم بلد کار بود. آقا بذار من کیفمو برم بندازم بیام ما هم یه تکونی به خودمون بدیم داداشام، اینجوری نمیشه. یعنی تو کنار که داش فرانک و داش نیموش اومدن با هم یه غری بدن اینجا. خب دیگه بس به اندازه کافی رقصیدیم، کالری سوزوندیم. خوش باشید عشق بکنید حال کنید ببینید کجا آوردمتون داداشام ناموسن. این کچلو خیلی دوستش دارم. این کچله معلومه خیلی کارشو بلده. اصلا نهاک و مجهز اومده، دستگاه دیجی آورده، اسپیکر آورده. بابا بنازم ناموسن. با این بچه‌ها ناموسن داداشام خوش میگذره. اینا هم که چادرای گنگای گروه استریت همین دور و برا پهن کردن و چند تا نیمکت اردویی آوردیم. استرم که طبق معمول داره واسه اینا خالی میبنده، قصه های جوونیشو تعریف میکنه، شکستای عشقی که خورده. بابا ناموسن جمع کن لستر دیگه. من میدونم گذشته چه خبر بوده، نذار جلوی اینا خرابت کنم دیگه. ای بابا داداش تو چرا اینجا کس کردی نشستی؟ نوکرتم باشه یه تکونی یه غیری داداش. نوکرتم داداش، من دارم از فضای کم لذت میبرم، حال میکنم. حالا خواستم میرم میرقصم باشین، اشکال نداره. باشه نوکرتم هر جور که راحتی. ببینم جیمی عمو جون چرا تو اینجا کس کردی ها؟ نمیری چرا اونجا برقصی؟ با عمولامار نگاه کن نفته رو نیمکت داره بندری میزنه. چرا خوش نمیگذرونی با بقیه قاطی نمیشی داداش؟ کس کردی؟ عمو فرانک اینا که هیچ کدوم همسن من نیستن، حوصله‌ام سر رفت. شما چی جوری مجردی میاد انقدر خوش میگذرنید ها؟ جیمی عمو این چه حرفی میزنی؟ بابا بچه محله گروه استریتن، نگاه کن چه پای عشق حالا دارن میرقصن. حالا به بابا تو سیمیون نگاه نکن، اینا سن و سالی ازشون گذشته. بابا اینا جوونن دارن عشق میکنن. اصلا میخوای کار کنیم اگه حوصلت سر رفته بیا با هم دیگه بریم تو جنگل یکم بچرخیم، من یکم چوب موب پیدا کنم، بعدم با موتور چارچرخ بریم با هم دور بزنیم. نظرته؟ اگه پایه که بیا بریم. باشه عمو فرانک بریم. آره اینو دوست دارم بریم. خیلی خوب پس جیمی عمو دنبال من بود و بیا بریم تو جنگل ببینیم چوب موب گیرمون میاد که خورد بکنیم با تبر یا نه. بابا بنازم تبر دارید داداشم ناموسن تبر گدافوار باشه انقدر چیز و خفنه. با بیا دیگه بابا جیمی سوسولک. ای بابا این بچه به کی رفته ناموسن انقدر نازک نارنجیه؟ خب بذار ببینم این فکر کنم درخت خوبی باشه. همینجا شروع بکنیم. بزن فرانک داداش. او ماشاءالله. آه خسته شدم بابا این تبر ماستم نمیبره که، فکر کنم انداخته بهمون. آقا ولش کن، این اصلا هیچ درختی ناموسن خورد نمیکنه. بعدم اصلا چوب میخوایم واسه چی؟ اینجا بچه‌ها اومدن آتیش روشن کردن دیگه. سیمیون داداش من و جیمی داریم میریم اینجا یکم بچرخیم، برگشتیم جون مادرت باربیکیوها رو سرهم بکنی ها، تعداد زیاده فهمیدی؟ خیلی خب بابا سعی خودمو میکنم، فعلا یه ذره دستم بنده ولی باشه دیگه داداش. من نمیدونم گفتنی ها رو بهت گفتم، این گردن تو حواست باشه. جیمی بدو بپریم ترک موتور چارچرخ بریم ما هم یه تابی بزنیم تو جنگل بچرخیم. بدو جیمی عمو پچله نمیای بابا سوار شو دیگه، مسخره کردیم ما رو اینجا کاشتی نمیای. عمو فرانکلین میشه با موتور سنگین بریم؟ من آخه موتور سنگین خیلی دوست دارم، بابام منو زیاد سوار نمیکنه، میشه؟ چرا نشه عشق عمو. باشه بیا با موتور سنگین بریم. کدومشو دوست داری بریم؟ موتور بابا سی وی کاوازاکی، نمیدونم اون یکی سی وی آر، موتور عمولامار، کدومشو بریم؟ کدومو دوست داری تو فقط بگو. سی بی عمو فرانک، سی بی 1300 دوست دارم. سی بی دوست داری؟ باشه عشقم بیا بشین سوار سی بی بشین با هم دیگه بریم. قصه نداره که، محکم بشین عمو جیمی که بریم با هم دیگه یه دور اساسی بزنیم و عشق حال بکنیم. یه جوری میخوام موتور سواری کنم که باباتم تا حالا اینجوری موتور سواری نکرده، عشق بکنی. به به آقا بنازم ناموسن طبیعت دارید یا نه داداشم؟ جنگل واقعی به این میگن با قایقم بیای قشنگ تو این رودخونه یه تابی بخوری و یکم بچرخی و به به اینا هم که اینجا انا
بنازم. اوه حواسم نبود بچه بامونه باشه. بعدن بریم یه تابی بخوریم و ببینیم که آها وایسا بریم ببینیم اصلا کی اینا قایق گرفتن. بریم ببینیم لب رودخونه کسی پیدا میکنیم بهمون قایق بده. خب رسیدیم الان لب رودخونه تقریبا دیگه. آره اوه فقط حواسم باشه آب نزنه سر شمع موتور دیگه روشن نمیشه بدبخت میشیم. عمو قایقی پیداش کردیم. عمو قایقی دیگه چیه داشتیموش؟ چی میگی؟ نوکر داداش خوبی؟ مخلصم. آقا میگم این قایق داداش ساعتی چنده؟ کرایه میدی به ما یه تابی بخوریم اینجا؟ آره نوکرتم چرا نمیشه. ساعتی $100 قابل شمارم نداره. این قایق در اختیار شما. برید با هم دیگه بچرخید 2 ساعت دیگه بیاید. 2 ساعت؟ دمت گرم بابا نوکرتم. آقا این خدمت شما $100. جیمی بابا بپر تو قایق بریم با هم یه تابی بخوریم و سر راه هم بریم دنبال عمو ترور و بابای به در نخورت مایکل. داداش این سی بی اینجا گرو خدمت شما باشه ما میریم میایم فعلا. به فرانکلین داداش عجب قایقی کرایه کردی بنازم. نوکرتم داشت ترور حاجی عشق کردی ناموسن. رفتم یه قایق کرایه کردم باقلوا. بریم با هم دیگه تو این رودخونه قشنگ بالا پایین کنیم بچرخیم و اشغال بکنیم تا غروب هم که دیگه بریم شامو بزنیم بخوابیم و بعدم که دیگه دوباره یه روز دیگه رو شروع کنیم دیگه. میگم داداشم حوصله سر نمیره به نظرتون 2 روز تو جنگل؟ یه روزشو میخواد یه جا دیگه هم بریم؟ فرانک داداش من یه نظری دارم. میگم نظرت چیه که یه اردوگاه من سراغ دارم توی کوهه با اینجا تقریبا 1 ساعت فاصله است. آره بریم یه شبم داداش اونجا بمونیم خوش میگذره. یعنی یه جور اقامتگاهه. میگیری چی میگم؟ اقامتگاه آره داداش چرا که نه اوکی ته بریم داداشم خوش میگذره. بریم آقا بریم. آره جنگل هم بخوایم دیگه همش بمونیم آجی واقعا حوصله‌مون سر میره. بریم اونجا کوهستان یه شکار بزنیم. اینجا زیاد حال نمیده. کوهستان بریم اونجا قشنگ گرگی گوزنی هر چی گیرمون اومد یه شکار بزنیم و اشغال بکنیم. پایه هم داداش 4 ساعت بعد. خب دیگه الان آقا هوا تاریک شد و غروب شد و نوبتی هم باشه نوبت شامه و دیگه بعدم باید بریم زود بخوابیم که فردا یکم زودتر از خواب پاشیم و راه بیافتیم بریم سمت اون کمپ دومیه. بابا ناموسن بس کنید دیگه مخم رفت. چقدر شما میرقصید خسته نمیشید؟ به اینورم که عمو سیمیون و این 2 تا بچه محلام که دارن اینجا غذا میپزن آشپزی میکنن و میبینم که عمو لامار بالاخره خسته شد و از بالای منبر اومد پایین. داداش خسته نباشی واقعا مجلس گرم کن به لامار میگن. داداشا میبینید چه خوش سفر خداییش حال میکنه مثلا با اینا میام مسافرت. بابا سیمیون بجم دیگه گشنمه. ای بابا فس میکنه هنو داره آتیش درست میکنه تازه خدا هنو همبرگرام ننداخته رو اجاق لاک پشته اصلا این سیمیون به خدا. آقا منم الان که دارم فکرشو میکنم دیگه به اندازه کافی یه عالمه رفتیم چرخیدیم و خستم آجی. یکم بذار بشینیم استراحت بکنیم تا شام آماده بشه شامو بزنیم و بخوابیم و بریم برای فردا حرکت به سمت اردوگاه. بچه‌ها ما دیشب گرفتیم خوابیدیم و الان هم صبح زود پا شدیم ساعت 7:30 جمع و جور کردیم و داریم میریم به سمت همین اردوگاه جدیده که مایکل پیشنهاد داد. بچه‌ها هم که همه دارن پشت سرمون میان. جیمی به درد نخورم گفت خوابم میاد توی کمپر گرفته خوابیده. اصلا این آدم چه بد سفره واقعا. اون که تو مسافرت سحرخیز باشه زود پاشه اشغال بکنه همش یا میگیره میخوابه یا یه گوشه فسه. بابا اینا اصلا دفعه دیگه نیاریم مسافرت بچه‌ها بهتر نیست ها نظرتونه؟ آقا جیمیو دیگه نیاریم مسافرت. مایکل یه چیزی میدونست که گفت نیاریم اینو. مسافرت میری باید خوش بگذرونی اشغال کنی صفا کنی از جاده لذت ببری. به الان میندازیم تو جاده با سی بی کاتاف مشتی میزنم یه چرخ حسابی سرعت بریم و عشق بکنیم. بچه‌هام که همه دارن پشت سرمون میان و بابا بنازم. عجب جاده خلوت هیچکی هم نیست مامورم نیست قشنگ میشه عشق کرد به خدا. فکر کنم اردوگاهی که مایکل میگفت توی اون نقطه‌ای که اون بالاه باید باشه داداشا. فکر کنم جای خیلی باحال و خفنی باشه حسابی هم اونجا باز قراره بهمون خوش بگذره و یه شکار مشتی مرامی میرم اونجا میزنم که عشق بکنید. میرم اونجا گوز شکار میکنم و بابا بنازم. آقا ما رسیدیم اول جاده خاکی این اردوگاهه و بچه‌هام که باز دارن همشون پشت سرمون میان گازشو بگیریم و بریم اون بالا ببینیم که چه خبره. ولی چه هواییه بچه‌ها هوا خنک مرامی. باید بریم بالا. آره باید بریم دوباره همینو بالا که برسیم به این اردوگاهه و واسه سی بی هم که اینجور جاده خاکی‌ها و سربالایی‌ها چیزی نیست گازشو میگیریم میریم. یا اول فصل خدا رحم کنه فقط سیمیون و این دست فرمونش چجوری میخواد بیاد من نمیدونم. سیمیون داداش زنده بمون جون مادره دیتو ندارم بدم. جواب عمه دنیزم تازه باید بدم. بله مصیبت جدید اضافه شد به زندگیمون. 1 ساعت بعد تفنگ شکاری رره بریم ببینیم که اینجا حیوان میوون چیزی پیدا میکنیم بزنیم یا نه. خب جیمیه به درد نخور گفته باشم به تا سر صدا نکنی حیونا رو فراری بدی ها. اینا با کمترین صدایی یکی پیدا کردیم
کردیم بنازم. جیمی جیکت در نمیاد همونجا وایسا، فهمیدی؟ فقط نگاه کن و یاد بگیر. خب فرانک داداش یه نشونه بگیر و تق بابا بنازم. زدیمش. یکی دیگه هم داشت فرار میکرد فکر کنم. یکم اینجا دیدم و یه چیزی تکون خورد. جون داداش یه چیزی دیدم اینجا تکون خورد داشت فرار میکرد. ای ناکس فرار کرد رفت فکر کنم. ای بابا اشکال نداره. جیمی بابا بودو بیا اینجا حواست به این باشه کسی نیاد اینو بلندش بکنه تا من برم یکی دیگرم پیدا بکنم و بزنیم بعد ببریمش اردوگاه. حاجی من یه صدایی دارم اینجا میشنم، یه صدای شبیه صدای گرازه. به به شام امشبمونم جور شد داداشام. گراز کبابی میزنیم با نوشابه. آره نوشابه کوکا مشکی. به به خیلی خوب بذار اینا حواسشون نیستش. این از اینم از بزن دیگه الان فرار میکنه. بزن دمتم گم داداش. بنازم. جیمی به در نخور. بودو بیا کمک این دوتا گرازم ورداریم ببریم. گور نشه تو جنگل خوبه اینو با تحویل باباش باید بدیم. خب دیگه شکار ما هم به پایان رسید و به اندازه کافی بس بود دیگه. آره بابا 2-3 تا حیوان زدیم ولی اون گرازا به به آقا به به. گرازای عمویی که گفتم بهتون داداشم بی حسابه. این قصابه. گرازا رو دادیم به این و گفتش که من میبرم قصابی میکنم، پاک میکنم، تمیز میکنم و واسه شام میارم و بزنیم تورک دیگه. جیمی بودو بیا دیگه بابا الان یه گرازی ببری چیزی بهت حمله میکنه من حوصله جواب دادن باباتو ندارم. بودو. به به آقا بنازم. میبینم که همچنان دوستان ما خوش و خرمن دارن عشق حال میکنن و بزن و برقص. این عمومه قصابم که بله رفتش دنبال کارش. لستر بیا پایین دیگه. بذار بچه‌ها لستر رو بترسونم. آها یا اول فزنگار اینا ترسیدن گند زدم. داداشم غلط کردم بابا شوخی بود برگردید دیگه. ای خدا اشکال نداره آقا اشکال نداره. خلوت کردیم اینجا رو بهتر شد. مزاحما رفتن الان خودمونیم و این چند نفری که بودیم. ما هم بریم داداشم کمک عمومه قصاب کنیم واسه شام که اگه کاری چیزی داشت واسش انجام بدیم. و شما هم یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایکش بکنید، کانالم سابسکرایبش کنید و زنگوله کانالم فعال کنید و روی آل بذارید که ویدیو بعدیمون رو از دست ندید. و حتما نظرتون رو در مورد این اردوی مسافرتی که رفتیم توی کامنت ها بنویسید، از 1 تا 10 نمره بدید. دوستتون دارم خیلی زیاد و تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین. و فقط فعلا